جسد یک مهاجر تاجیک را که محمود احمدوی 57 ساله می باشد در شهر ایرکوتسک روسیه در درخت آویخته پیدا کردند. گفته می شود که این حادثه 12 دکبر رخ داده است. مقامات روسیه رسما تا کنون این خبر را شرح ندادند، ولی نزدیکان این مهاجر گفتند که 2 هفته پیش ناپدید شده بود. یک تن از نزدیکان این مهاجر به رادیوی آزادی گفته است که مقامات روسیه حادثه را از روی فرضیه خودکشی تحقیق دارند. با گفته خویشاوندانش این مهاجر تاجیک 2 هفته پیش به همسرش گفته است که زیر فشار یک کارفرمای روس قرار دارد. او گفته است که رهبر یک گروه مهاجران تاجیک در یک ساختمان بود. پلیس ساختمان را از کارفرما گرفته به مهاجران می‌دهد، ولی کارفرما بنا را قبول نمی‌کند و میگوید که پول را برگردانند. همین خیلی شکایت ها داشته است، ولی کسی به خودکشی او باور ندارد و هنوز سبب مرگ این مهاجر تاجیک معلوم نشده است. علیشیر شیرینوف، رئیس جمعیت تاجیکان شهر ایرکوتسک، این خبر را تصدیق کرده گفته است که تصمیم دارد روز 17 دکبر جسد را به دوشنبه فرستد.